سرخط خبرها. سفر کمیشنر عالی امور پناهندگان ملل متحد به پاکستان برای دیدار با مهاجرین افغان. افتتاح مرکز توزیع تذکره برقی در شهر ابوظبی. احتمال سفر هیئت ازبکستان به افغانستان جهت بررسی تکنیکی معادن کشور. و شهادت 16 فلسطینی در اثر حمله رژیم صهیونیستی بالای یک مکتب در کمپ آوارگان نصیرات. به نام خدا و با عرض سلام به این سرویس خبری از خبرگزاری اتحاد افغانستان خوش آمدید. امروز یک شنبه 17 سرطان سال 1403 هجری شمسی که برابر است با 7 جولای 2024 میلادی. عزیزالله فرزام هستم با مشروع خبرها. فیلیپو گرانده کمیشنر عالی امور پناهندگان ملل متحد امروز برای گفتگو با مقامات پاکستانی و مهاجران افغان به پاکستان می رود. قیصر آفریدی سخنگوی کمیشنر عالی امور پناهندگان ملل متحد در پاکستان در مورد سفر آقای گرانده شام روز گذشته به رسانه‌ها گفته است. وی افزوده که این سفر 3 روزه است و کمیشنر عالی امور پناهندگان ملل متحد با مقامات دولتی و نمایندگان مهاجرین افغان دیدار خواهد کرد. این در حالی است که روند اخراج پناهندگان افغان از پاکستان دوباره آغاز شده و همه روزه صدها تن به صورت اجباری و داوطلب از این کشور خارج می شوند. اداره ملی احصایه و معلومات از افتتاح مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در شهر ابوظبی امارات متحده عربی خبر داده است. این اداره افزوده است که این مرکز توزیع تذکره الکترونیکی خدمات پس از توزیع کارت تولد و گواهی فوت را برای شهروندان افغان مقیم امارات متحده عربی فراهم می‌کند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با اسلام بوبر فرخاندویچ وزیر معادن و ژئولوژی ازبکستان دیدار کرد. وزیر معادن و ژئولوژی ازبکستان در این دیدار به همکاری‌های نزدیک دو کشور در بخش‌های مختلف معادن تاکید کرده و خواستار عقد موافقتنامه حمایت از سرمایه‌گذاری بین دو کشور شده است. وی همچنان پیرامون ایجاد دو کارخانه بزرگ در زمینه پروسس مس در آن کشور گفته که این کارخانه‌ها به طور قابل توجهی به مواد خام نیاز دارند و استخراج مس از افغانستان می‌تواند این نیاز را تأمین کند. وزیر صنعت و تجارت کشور از حسن نیت و علاقه‌مندی کار با افغانستان از آقای فرخاندویچ قدردانی کرده و گفته است که ازبکستان می‌تواند در معادن نفت و گاز شمال افغانستان سرمایه‌گذاری کند. در پایان این دیدار قرار شده تا یک هیئت رسمی از سوی ازبکستان جهت بررسی و کارهای تکنیکی با هماهنگی وزارت معادن و پترولیم کشور به افغانستان سفر کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی از تعیینات برخی از مقام‌های امارت اسلامی به فرمان هبت الله آخوندزاده خبر داده است. به نقل از مجاهد، شهاب الدین دلاور از سمت سرپرستی وزارت معادن و پترولیم برکنار شده و به حیث رئیس جمعیت هلال احمر تعیین شده است. زمین لرزه 4.7 ریشتری بدخشان را تکان داد. منابع محلی در بدخشان از وقوع زلزله نسبتاً شدید در این ولایت خبر دادند. منابع گفتند که این زمین لرزه حوالی ساعت 2:15 شنبه شب رخ داده است. هنوز در مورد تلفات و خسارات احتمالی برخواسته از این رویداد جزئیات در دست نیست. با این حال مرکز لرزه‌نگاری آمریکا شدت این زمین لرزه را 4.7 درجه ریشتر اعلام کرده است. مرکز این زمین لرزه ولسوالی اشکاشم بدخشان و عمق آن در 102 کیلومتری زمین اعلام شده است. بر اساس اطلاعات مرکز لرزه‌نگاری آمریکا این زمین لرزه بخش‌های از جنوب تاجیکستان را نیز تکان داده است. امارت اسلامی از کشته شدن یک عضو داعش در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. المرصاد گزارش داده است که عملیات نیروهای امارت اسلامی بالای مخفیگاه گروه تروریستی داعش در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار به پایان رسیده است. این رسانه افزود که تاکنون کشته شدن یک عضو داعش به نام ذاکرالله معروف به ابوشیر تایید شده است. به گفته این رسانه ابوشیر از اهالی اچین ولایت ننگرهار بود و مسئولیت نظامی گروه تروریستی داعش در همان ولسوالی را نیز به عهده داشت. رسانه‌ها به نقل از مقامات فلسطین گزارش دادند که در پی حمله رژیم صهیونیستی بر یک مکتب در کمپ آوارگان نصیرات 16 فلسطینی شهید و 75 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات این 4مین بار است که اشغالگران صهیونیست به این مکتب حمله می‌کنند. این بود سرویس خبری که تقدیمتان شد. تا سرویس بعد وقت بخیر. خدا نگهدار.